با درود و سلام خدمت همراهان همیشگی. در این کلیپ با نکاتی درباره واکیوم تراپی زخم، مکانیسم اثر، اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون ها در روش درمانی با سیستم واکیوم تراپی آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید. بنیانگذار سیستم واکیوم تراپی زخم در ایران، شرکت مهندسی تجهیز پایا بنیانگذار سیستم واکیوم تراپی زخم در ایران می باشد. اکنون این شرکت برترین و متنوع‌ترین دستگاه‌های واکیوم تراپی زخم را مطابق با تکنولوژی روز دنیا در مدل‌ها و کاربردهای گوناگون به همراه تجهیزات جانبی مربوطه تولید و از انحصار شرکت‌های امریکایی و اروپایی خارج نموده است. معرفی واکیوم تراپی زخم. واکیوم تراپی زخم یک تکنیک درمانی است که در آن از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم‌ها استفاده می‌شود. این فشار توسط یک سیستم هوشمند کنترل می‌گردد. سیستم واکیوم تراپی زخم شامل یک دستگاه هوشمند، محفظه جمع‌آوری ترشحات و پانسمانی که با توجه به نوع و اندازه زخم انتخاب می شود. فوم سیاه از جنس PU، فوم سفید از جنس PVA. مکانیسم اثر واکیوم تراپی زخم. تحقیقات بالینی نشان داده که سیستم واکیوم تراپی زخم با ایجاد فشار منفی در سطح زخم باعث کاهش مایع بین سلولی، جدا کردن ترشحات مضر از سطح زخم، کاهش التهاب و تورم، جمع کردن لبه زخم، تحریک مکانیکی بستر زخم، افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی به عضو مبتلا، افزایش تشکیل بافت‌های ترمیمی و تسریع در بهبود زخم می‌گردد. موارد استفاده از سیستم واکیوم تراپی زخم، اندیکاسیون ها: زخم‌های دیابتی، زخم‌های فشاری، زخم‌های تروما، زخم‌های باز شکمی بایستی از پانسمان اردوک استفاده شود. زخم‌های عفونی، پیوند پوست و فلپ روی بخیه‌ها بعد از عمل جراحی حتما بایستی از پانسمان‌های سیلیکونی استفاده شود. زخم‌های مزمن، زخم‌های حاد و تحت حاد، زخم‌های فشیاتومی، زخم‌های سوختگی، گانگرن فورنیه در استخوان و تاندون در معرض دید، زخم‌های تونلی و زخم‌های دارای آندرماین سطحی بایستی از فوم سفید از جنس PVA استفاده شود. موارد منع استفاده از سیستم واکیوم تراپی زخم، کنتراندیکاسیون ها: بافت نکروتیک، استئومیلیت درمان نشده، فیستول‌های غیر روده‌ای باز نشده، زخم‌های سرطانی، بیمارانی که داروهای آنتیکواگولانت مانند وارفارین و هپارین مصرف می‌کنند. نکته ها: اگر هنگام درمان زخم با سیستم واکیوم تراپی بیمار نیاز به انجام MRI یا اکسیژن هایپرباریک داشت، حتما بایستی دستگاه واکیوم خاموش و پانسمان از دستگاه جدا شود. در صورت وجود بافت‌های اسلافی و نکروتیک، دبریدمان الزامی است. روش درمانی واکیوم تراپی بر روی تومورهایی که به طور کامل برداشته نشده است استفاده نشود. در زمان استفاده از واکیوم تراپی در بیماران با ریسک خونریزی زیاد و یا اختلالات انعقادی احتیاط بیشتر با کنترل رنگ ترشحات توصیه می شود. فوم به صورت مستقیم بر روی ارش‌های داخلی باز شکمی استفاده نشود. در این مورد استفاده از پانسمان حفاظتی الزامی است. سپاس از توجه شما همراهان عزیز.